خدا رحمت کنه مرحوم شهید آوینی رو، یک جمله واقعا حکیمانه و طلایی داره ایشون. جمله ایشون اینه که عجب از بعضی از مردمان زمانه هست که عاشق امام گذشته هستن و امام حال رو وا میگذارن. عاشق امام گذشتن یعنی برای او سینه میزنن. بعد خود ایشون میگه به خاطری که امام گذشته رو هر جوری میشه تفسیر کرد، اما امام حاضر رو باید آدم ازش تبعیت بکنه و این سخت. نسبت به امام حاضر آدم باید ازش تبعیت بکنه، آدم باید بیفته تو جریان زمین سازی ظهورش، باید از نائبش تبعیت بکنه، باید تو فتنه ها قرار بگیره، باید فوش بخوره. و این سخته. نمیگه این کارا رو نکنید، اشک نریزید، سینه نزدید. ایشون میگه امام حاضر رو رها نکنید، امام حاضر رو رها نکنید. این نباشه که آدم نسبت به امام گذشته شوق و ذوق نشون بده، اما نسبت به امام حاضر اصلا انگار نه انگار. بابا امام حسین این الان داره فریاد میزنه که بیا به کمک من. بنابراین بلندترین هدف تو این مجالس اینه که آدم پای کار امام حیش، امام حاضرش، امام زمانش بیاد. مسئله ظهور و زمین سازی ظهور.